بچه‌تو میزدی؟ بچه چند سالش؟ 3 سالش. از 3 روز که به دنیا اومد عصبانی بودم میزدمش. هیچ وقت فکر نمی‌کردی همون بلایی که خانواده با خاطر کتک زدن به سر تو دادن، تو با این کتک زدن داری به سر بچه‌ت میدی؟ اصلا بهش فکر نمی‌کردی؟ حرسمو سر این خاله می‌چردم. حرسی که از کی داشتی؟ از خانواده‌ام. از اینکه نمیتونستم موفق بشم. از اینکه خوبی منو پیش کسی نگفتن. مهم نیستن اونا، من زنده باشم یا نباشم. یعنی میخوای بگی براشون اصلا اهمیت نداری؟ اگه بفهمم من این اتفاقا سر شوهرم آوردن، طرف شوهرمو میگیرن ولی طرف منو نمیگیرن. با اینکه میدونستن چه کار است. یعنی اینجوری خانواده ایه. وقتی همسرت میزدت یاد کتک خوردنای پدر و برادرها میافتادی؟ به همسرم میگفتم اونا با من چطور رفتار میکنن، تو هم با اونا مثل اونا منو میزدن، چرا اینجوری میگی؟ گفت اونا بهم یاد دادن. آقا آیدین، گفتی که تو 20 سال اول زندگی که دوران